دو مهاجر تاجیک بیش از یک ماه می شود که در بیمارخانه شهر نگینسک با جراحت‌های وزنین بستری هستند. علیمجان دولتزاده و اهل‌دین سعیدوف روز 15 مارس امسال در زیر چرخ ماشین یوری لواخین سابق رئیس شهر نگینسک ماندند. حادثه در نزد درآمدگاه شهر نگینسک ساعت 4 روز و زمان اتفاق افتاد که این دو مهاجر تاجیک از راه پیاده‌گرد می‌گذشتند. محمد شمیل شبانوف وکیل مدافع مهاجران میگوید اهل‌دین سعیدوف از مغز سرش آسیب دیده است. با وجود آنکه او 2 روز پیش به هوش آمد ولی وضع روانیش به خود نیست. پزشکان گفتند برای بهتر شدن وضع سعیدوف احتمال 1 سال لازم می شود. علیمجان دولتزاده از پایش ضرب خورده است و باید تا 2 ماه در بیمارخانه بماند. اما به گفته محمد شمیل شبانوف فعلا تنها از روی حادثه پرونده جنایتی آغاز شده و عامل صدمه بی جزا مانده است. عین زمان از روی این حادثه پرونده جنایی باز شده است، اما پرونده طبق بند 1 کشاده شده است و راننده هنوز در آزادی است، حالا آنکه او باید بازداشت میشد. عین زمان تفتیشات خلاصه طبی دادگاهی را منتظر است و پس از آن نسبت یوری لواخین تصمیم میگیرند. ما نیز منتظر نتیجه تشخیص هستیم. با اینکه از این صدمه بیش از 1 ماه میگذرد ولی یوری لواخین باری هم به عیادت مجروحان نآمده است. هر دو این مهاجر مجروح شده به طور قانونی در روسیه فعالیت میکردند و هنوز معلوم نیست که کی دوباره امکانی به کار آغاز کردن را خواهند داشت.